قارنیاریخ یا به قول ترک زبونها گارنیاریخ همون بادمجون شکمپریه که توی هر شهر به روش‌های مختلفی درست میشه. منم امروز میخوام سبک تبریزیش رو بهتون آموزش بدم، پس با من بهنام رستمی همراه باشین. اول یه پیاز رو نگینی خورد میکنیم و میریزیمش توی روغن داغ تا با حرارت کم رنگش تغییر کنه و کم کم طلایی رنگ بشه. بعد سیر رنده شده رو بهش اضافه میکنیم و سیر رو هم در حد 1 دقیقه با پیازها تفت میدیم. عطر سیر که بلند شد گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنیم و تند تند همشون میزنیم تا بافت گوشت کاملا از هم باز بشه. بعد بهش نمک، فلفل سیاه و زردچوبه میزنیم و گوشت رو با ادویه ها تفت میدیم تا طعمشون به خورد هم بره. حالا یه قاشق رب گوجه فرنگی رو هم با موادمون تفت میدیم تا عطر و مزه و رنگ رب آزاد بشه و وقتی مواد خوب با هم مخلوط شدن گوجه رنده شده رو هم اضافه میکنیم و موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. حالا یه دونه فلفل سبز که من ترجیح میدم تند باشه رو ریز میکنیم و میریزیمش توی موادمون و اگه نصف فنجون جعفری خورد شده رو توی همین مرحله اضافه کنین خیلی بهتر میشه. حالا درش رو میذاریم تا با شعله کم حدوداً نیم ساعت بپزه. اگه گوجهتون آبدار نیست نصف فنجون آبم به مواد اضافه کنیم. حالا بریم سراغ بادمجون که خیلیا کاملا پوستش رو میگیرن و بعضیام کلا با پوست درستش میکنن. منم واسه اینکه دل هر دو گروه رو به دست بیارم نصف پوستش رو میگیرم نصفش هم بمونه، اینجوری خوشگل‌ترم هست. بعد برای گرفتن تلخی بادمجون یا اون رو نیم ساعت توی آب نمک بندازین یا مثل من روش نمک بپاشین و بذارین نیم ساعت بمونه، بعد بشورین و خشکش کنین و توی روغن دور تا دورش رو سرخ کنین. وقتی بادمجونا در این حد سرخ شدن بذارینشون کنار تا سرد چن و ما بریم یه سس خوشمزه برای بادمجون شکمپرمون درست کنیم. روغن رو میریزیم توی تابه و رب گوجه فرنگی رو بهش اضافه میکنیم و تفتشون میدیم تا عطر و رنگ رب آزاد بشه. بعد رب انار ترش بهش اضافه میکنیم و اون رو هم با باقی مواد تفت میدیم تا موادمون خوب به خورد هم برن و در آخر هم نمک و فلفل سیاه اضافه میکنیم و یکم همشون میزنیم تا یک دست بشن. حالا با حدود نصف استکان آب سسمون رو رقیق میکنیم و میذاریم یک کم بجوشه تا طعمهاش قوی تر بشن. بریم سراغ پر کردن بادمجونایی که دیگه از داغی افتادن و حالا باید با قاشق یه شکاف روشون ایجاد کنیم و بعد صافشون کنیم و شکمشون رو با مواد گوشتی که درست کرده بودیم پر کنیم. دقت کنین که وقتی دارین شکم بادمجون رو باز میکنین تهش رو سوراخ نکنین. یه شکاف سطحی بعد با پشت قاشق صافش کنین و به همین صورت با گوشت پرش کنین. این میشه بادمجون شکمپر ما که توی همین مرحله هم همه موادش پختن و آماده خوردنن، ولی میخوایم بذاریمش توی سسمون که به این غلظت رسیده تا طعم خیلی بهتر و جذابتری هم بگیره. پس بادمجونایی رو که شکمشون رو پر کردیم به این صورت میچینیم توی سسی که آماده کردیم و روشون هم جعفری خورد شده میپاشیم و در تابه رو میذاریم تا حدوداً 10 دقیقه با حرارت کم بپزن. و این هم از قارنیاریخ یا بادمجون شکمپر ما که دیگه حاضره و مطمئن باشید یکی از خوشمزه ترین غذاهایی میشه که میتونین با بادمجون درستش کنین. امیدوارم شما هم خیلی زود این غذای لذیذ و خوشمزه آذربایجان و شهر تبریز رو درست کنید و از خوردنش در کنار عزیزانتون لذت ببرید. به به به، ببینید عجب قارنیاریخی شد. حالا بریم سراغ مقدار مواد لازم این بادمجون شکمپر خوشمزه برای حدود 3 نفر. بادمجون 5 عدد، گوشت چرخ کرده 200 گرم، پیاز 1 عدد، سیر 3 حبه، گوجه فرنگی 3 عدد، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، رب انار ترش 1 قاشق غذاخوری، فلفل سبز تند 1 عدد، جعفری خورد شده نصف استکان و نمک و فلفل و زردچوبه. شما توی شهرتون بادمجون شکمپر رو چجوری درست میکنین و شکمش رو با چی پر میکنین؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسید و تجربیاتتون رو با باقی دوستان هم به اشتراک بذارید. خیلی ممنون
ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. اگه این آموزش رو دوست داشتین هم علاوه بر سابسکرایب کردن این پیج زنگوله بغلش رو هم فعال کنین تا هر وقت پست جدیدی میذارم یوتیوب بهتون نشونش بده. کلی آموزش خوشمزه دیگه هم توی پیج هست که میتونید وارد پیجم بشید و نگاه کنید و درستش کنید و لذتش رو ببرید. خیلی ممنونم از همراهیتون. خیلی مواظب خودتون باشید. فعلا خداحافظ.